ویدیو گیم ترسناک دیگه با شجاع‌ترین انسانی که من تا حالا تو عمرم دیدم. مهمون ویژه این قسمت فاتی فلو. خوش اومدی به این ویدیو. میدونی داستان از چه قراره؟ داستان از این قراره که ما داریم یه بازی ترسناک بازی میکنیم ولی حق نداریم که بترسیم و بازی اگر ما بترسیم ما رو میکشه. چه جوری؟ بازی که نمیفهمه ما چه جوری ترسیدیم. فقط یه راه برای فهمیدنش داره و اون این میکروفونه که اگر صدات از خطی که اینجا معلوم کرده بیشتر بشه ما میمیریم. خیلی سخته چون بازی تماما سعی میکنه ما رو با جامپ اسکر بترسونه. نفس بکشیم میبازیم اینجوری. خیلی ترسناکه. من الان خیلی استرس دارم. تا حالا گیم پلیشو ندیدم ولی مطمئنم که همینیه که تعریف میکنم. من تا حالا بازی ترسناکم بازی نکردم از ترسش. تو خیلی شجاعی به خاطر اینکه به خاطر همین آوردم تو این ویدیو و نباید بترسی. باید سطح صدامونو تا همینجا نگه داریم. اگه بیشتر بشه میمیریم. همینجوری هم به یه ذره داره حساسه. آره بذار یه ذره حساسیتشو مثلا بذارم رو 12. الان خوبه. بریم تو بازی. من دیگه هیچ توضیحی نمیدم. برو بریم ببینیم بازی چی داره برام. Don't scare him. 18 دقیقه باید زنده بمونیم. اگر 18 دقیقه صدامون در نیاد از اون خط عبور نکنه بازی تموم میشه. خیلی طبیعی. فیلم این چی دیگه؟ من فکر میکنم با یه موتور گرافیکی خیلی خفن ساخته شده و انگار داری فیلم میبینی؟ آره. فضاش یه جوریه که انگار با دوربین هندیکم فیلم برداری شده. خیلی ترسناکه. قابش کوچیکه. میبینی سال 1993. باید شروع کنیم به راه رفتن. الان 18 دقیقه شروع شد. آره. باید 18 دقیقه به راه رفتنمون ادامه بدیم. یه نفر اینجا مرده. نزدیکش نرو. چاقو تو دستشه. What the fuck؟ زنده نشه یا نزدیکش نباش. این چیه؟ هواپیمای افتاده پایین. صندلی هواپیماست. آره چقدر طبیعیه واقعا. به اونا 16 دقیقه زنده بمونیم میبری؟ آره. نه جان ترسناک نیست. خوبه. بهت میگم الان صبر کن. جنگله دیگه. یه جنگل. بابا هواپیما سقوط کرده. گفتم که به آدمه رو ندیدی؟ سلاخیش کرده بودن. این خونه ریخته. صدا میاد. یه صدایی میاد. آدمه رو میبینی؟ اعدامش کردن. چقدر تاریک شد یا داره شب میشه فکر کنم. لعنتی کجایی؟ چی شد؟ من دست نزدم. شب شد. ناش جنازه است. وای خدا. بریم تو هواپیما. شت. وای ترسیدم فکر. صدایی نیومد. تو هواپیما چیزی نیست. برو یه جای دیگه. 13 دقیقه دیگه برنده میشی. آره. کی بس تموم میشه؟ صدای چی؟ صدای بیسیم میاد. کلاق دیدی؟ صدای کلاق میاد. کلاقی.
شبانه. سقوط کردن صداشون هست. صدای هیولا اومد. چی؟ صدای خنده هیولا اومد، بعد یه چیزی ترکید. برو بیرون. اینجا دیگه چی بود؟ جالبش میدونی چرا ترسیدی؟ من نترسیدم اون صدا رو داد. بابا من ساکت بودم، تو ترسیدی. چی داری میگی؟ مردیم. گوش بده. من اول جیغ زدم مردیم یا مردیم، بعد من ترسیدم. جیغ زدی مردیم. ما دیدمش، من ریدم خب. ولی ساکت بودم، مطمئنم ساکت بودم. بچه شما ویدیو چکو ببینید. یه لحظه صبر کن، من فکر کردم ما افتادیم. نیافتادیم. نه ببین اومد تو صورتمون، بعد هنوز سر پا بودیم، من داشتم میکروفون رو میدیدم، یه جیغی زدی بعد مرد. تو فکر کردی مردیم من جیغ فکر زدی. کردم افتادم دیگه، جیغم اومد. خستم. 12 دقیقه مونده بود زنده بمونیم. قلبم ری. من نمیتونم، من 300 بارم بازی کنیم میبازم. نمیشه ادامهش رو بریم دوباره؟ باید از اول بیایم اینو. نکنه تو دقیقه 12 حمله میکنه. نه آره ما همین بیسیمه رو زدیم برگشتیم حمله کرد. دیگه نزنی ها. بذار یه بار دیگه امتحان کنیم. باشه یه بار دیگه، ولی من نترس. جلو دهنمو میگیرم. آره نمیخواد بترسی، هیچ نشد. چجوری نترسم؟ میدونی داره میاد دیگه. نه الان که میدونی نترس دیگه. باش نمیترسم. الان میخوام برگردم. آماده ای؟ وای من بابا منم ترسیدم، تو جیغ برای چی میزنی؟ من قیافشو ندیدم. دیدی قیافشو؟ این دفعه منم قیافشو دیدم، خیلی ترسناک بود. وای من اصلا نمیتونم این بازی رو بازی کنم، خیلی ترسناکه. بابا 10 دقیقه دووم بیاری زنده میمونیم. خیلی ترسناک بود. وای قلبم ریخت. دیدی چه جوری دوید؟ میبینم امشب بخوابم اینجوری اومد سمتمون. این تابلوه داره به ما نشون میده 4 طرف میتونیم بریم. خب گفتی این پتگیرش میگیره اینو. صدا رو فوت میکنی میکوبه. وای میسته. شجادل رو آوردیم تو ویدیو. از حالا چرا آب میخوری؟ خواهش میکنم خودتو کنترل. من میخوام یه بار دیگه ببینمش. نه تو رو خدا دیگه بسته دیگه. کدوم طرفی بریم؟ نمیتونم. آتیش دیدم. اونجا یه چیزی هست. میبینی؟ اوه داره بهمون مسیر رو نشون میده. از الان به بعد احتمالاً بازم میاد. داره بهمون میگه از این طرف. آخه چون کافه. یواش جان مادره. خونه. دروغ چرا؟ من ریدم بچه. بریم خرید. دوست دارم بشینم توی عکس بگیرم. ببین یهو میترسونه ها. میگم یهو میترسونه. آماده باش تو هر لحظه. میخوایم بریم تو. جنازه ها رو میبینی؟ الان نیاد یا اینا چیه اصلا؟ تو سرشون میخ کرده. میخ کرده تو مغزشون.
دل و رودشون بود. چی بود؟ نترس. خوشت اومده؟ لاختن چرا؟ اینو باز نکن. یکی داره اون تو چیش میکنه. هیچی نکن. بی‌ناموس چی بود؟ همه چی رو تکون دادی. جوری کردی همه میز و صندلی خورد به هم، شانس آوردیم زنده ایم. اون چی بود؟ چی بود؟ ریدم ها. تو اصلا نمیترسی؟ میترسم ولی ساکت میمونم. چجوری میتونی؟ ببین اون لحظه خونم خشک میشه. اینجا میخواد یه کاری بکنه، من مطمئنم. دیگه نمیترسم. یه چیزایی رو دیوار نوشته انگار. چی؟ خودش چرا قلبه داره؟ یه چیزی اونجاست. چیه؟ یه چراغ راهنما. اینجا چیه؟ این دیگه چه گفتی؟ مجسم است. دل و عشقمو میکشه. چی کار داری میکنی؟ چیه این؟ مجسم است. چرا تو درخته؟ فکر کنم آدم درخت شده. چیز تبدیل به مجسمه شده. چادره؟ تو چادر یه چیزی هست. نرو. من کرم دارم. پشم تبر. دیدیش؟ زنه رو دیدی؟ یه زن اونجا وایساده بود داشت گریه میکرد. از همون طرف عنکبوتو. عنکبوتو دیدم. من چیخشه. منم عنکبوتو دیدم. این دسته رو نگاه. زنه رو ندیدم. یه زن اونجا وایساده بود داشت گریه میکرد. اینا چیه؟ سرش چرخید دیدی؟ کدوم بری بریم؟ سکته کردم. میخوام به بالا نگاه کنم. اینا نگاش کن. دیدیش؟ 5 دقیقه دیگه تحمل کنیم تمیز. فقط 5 دقیقه مونده. کدوم بری بریم الان؟ دور خودم. جنازه نمیره بالا چرا؟ داره دستشویی میکنه. اسکات داره میزنه. این یه
اینا این شکلی نبودن ها. چی کار دارم میکنم؟ من میگم باید اینا رو دنبال کنیم. ما تو جنگل گم شدیم. صدای هدفون رو تو گوشش کم کرده، تازه میترسه. من دارم میرینم. مادر چی بودی؟ چی بود؟ یه اومد. دقیقش نمیگذره. چرا انقدر طولانی شده؟ همش 2 دقیقه مونده. دوربینو قطع میکنه. خیلی ترسناکه. یه دقیقه مونده. کوچولو داره گریه میکنه. این چی بود؟ آدمه رو دیدی تیکه تیکه شد. تیکه هاش اینجا افتاد. این باشه. 17 ثانیه. فقط 17 ثانیه. بردیم. وای قلبم روشن شد. بردیم. من بردم. آخرش خیلی قلبم داره انتیم بزنیم. نه بردیم دیگه. نه یواش بذار ببینم آخرش چیه. خب اینقدر جیغ نزدم قلبم سنگین میکنه. وقتی که جیغ میزنی خالی میشه. وای جیغ زدم یعنی خوب. بیناموس عوضی. یس. تموم شد؟ آره تموم شد. افتضاح بود بازیش. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. البته باریکلا بهتون که تونستید تا اینجا ویدیو رو تماشا کنید، چون فقط یه عده شیردل میتونن تا اینجا رو بیان. خیلی بد بود. بدترین تجربه زندگی. ببین دلم میخواد یه بار دیگه بازی کنیم، ولی یه دفعه جیغ بزنم خالیشم. واقعا انقدر ریختم تو خودم پاهام سست شده. پاهام میلرزه. وای خود افتضاح بود. اون یکی دو بارم ما. الکی ننویسی پارت 3 2 چه میدونم چرا. چرا؟ بازی ترسناک زیادی هست با این سبک. تو مهمون ویژه بازی ترسناک مایی هستم از این به بعد. بمیرم اینجا دارم میگم جلوی همتون. بمیرم دیگه بازی ترسناک بازی نمیکنم. این سری اشتباه کردم که قبول کردم. اگه سکته میکردم چی؟ ببین خودم